وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو برای افرادیه که موبایل ضعیفی دارن یا حتی موبایل قوی دارن. از اونجایی که فری فایر گیمیه که درست اپتیمایز نشده، یعنی کلا لگ داره. در حالت دیگه گوشی من که توی کال آف اینا مثلا 60 اف پی اس رو میده، توی فری فایر من 25 الی 30 اف پی اس میده. با اینکه حالا من کال آف گیم ریالستیکه، فری فایر گیم فانتزیه، یعنی بعد توی گیم فانتزی بیشتر اف پی اس اپتیمایز نشده. این چیکار میکنه؟ این شبیه ساز لگ تو میگیره، کامل لگ تو میگیره و باعث میشه که گوشی و حتی ممکنه 50 احتمال 50% هد زدن تو خیلی بهتر میکنه، 50% هم هیچ تأثیری روش نداره. خب بریم آموزش رو شروع کنیم. بچه‌ها ببینید، وقتی وارد برنامه میشیم، من اینجاشو یه بخش کوچولیشو انجام دادم. حالا من براتون میام از اول انجام میدم که درست متوجه شید. ببینید شما این پایین سمت راست تصویر 3 تا علامت میبینید. یه دونه فلشه، یه دونه آرم تنظیماته، یه دونه هم کیبورده. رو کیبورد میزنید. خب ببینید اینا کیبورد رو دقیقاً بعد دقیق بعد شبیه من بچینید. ایکستون 237 اینا اینجا وقتی میزنید این پاک نمیشه، یعنی هر چقدر زور بزنید اون اولیش پاک نمیشه، یعنی شما هر چقدر زور بزنید با همینا رو وارد کنید، نیاز نیست پاک کنید، فقط عدد رو وارد کنید. خب بعد ببینید این اعداد، همه اعداد درست هست اینجا، اینو الان باید فعال باشه. بعد برای بعضیا این اعداد هم موقع میری بیرون میای میپره یا ثابته، همیشه حواستون باشه که ثابت بذارید. اعداد رو دقیقاً مثلا من بچینید، تمام اینا رو فعال کنید. خب برای این قسمت ببینید دوستان، کسانی که گوشی قوی دارن بین 1920 x1080 بذارن یا 1440 x 2560. اون کسایی هم که گوشی نورمالی دارن مثل من 720 1980 ضعیفا 900 در 60 روزه، من همیشه اینو میذارم. خب اینجا این دکمه کاستومایزر رو اصلا دست نزنید. اینجا نوع گوشی رو انتخاب میکنید، شیائومی. اینو همه تو میذارید رو ته، میذارید رو 1 ثانیه 1 سیک. اف پی اس هم کسایی که گوشی قوی دارن 90 و 120، کسایی که نورمالن 70، کسایی که گوشیاشون خیلی ضعیفه 40 بذارن. خب بریم الان تست. ببین بچه‌ها وقتی چیز میشید، اصلا وارد گیم میشید، وقتی وارد گیم میشید اومدید بیرون، نیاز نیست گیمو ببندید دوباره، یا نه فقط برید تو شبیه‌ساز بزنید رو گیم، همون شبیه‌ساز براتون عملی میشه عملا، یعنی هیچ فرق خاصی نداره. بریم یه تستی هم بزنیم. بچه‌ها اومدن رو اکانت بچه‌ها راستی گفتم بهتون، اومدن براتون تامسون لولی و اینا رو گرفتم. تامسون لولی میگم، تامسون کدوم بود؟ تامسون ببری هم گرفتم. این 630 هم گرفتم. ریکوردش پرید، باگ شد، نمیدونم چی شد. حالا ندارم، میریم اینجا. حالا مثلا بذار من این دست من مثلا هم نیست، 2 روز بازی نکردم. بذار حالا تامسون برداریم. ببینیم با تامسون چطور میشه.